میخواهید که دعایتان مستجاب گردد. میخواهید که زندگیتان رنگ دیگر گیرد. میخواهید که ثروتمند باشید، آبرومند باشید. پس راوی مادر و پدر کنید. دعای نیکی مادر و پدر گیرید. با پدر و مادر خرسندی کنید. برایشان یک روزی بهترین را هدیه کنید. زیرا از همه لحظه های بهترین و خاطرماندترینشون پدر و مادر به ما بخشیدند. من نمیدونم برای چی باشد که هر آن وقتی که ما با یگان مشکلی دچار میشویم، هر آن وقتی که ما غمگین و اندوهگین میشویم، بعداً پدر و مادرمون رو یاد میکنیم. وقتی که ما خرسند پولدار هستیم، با یاران رفیقان، با دوستان کیف و صفا. نمیدونم از چی سبب باشد. عزیزان، مادر و پدر احترام کنید تا اینکه فردا فرزندان ما هم ما را احترام کنند. نشود که در قد کوچه و در خانه پیران سالان ما را رهایمان سازند. احترام کنید این دو فرشته را.